سلام بچه‌ها، خوش اومدین به یه ویدیوی دیگه. امروز درباره یه موضوعی می‌خوایم صحبت کنیم که خیلی از شماها این سوالو میپرسین، دایرکت میدین، ایمیل میدین، مخصوصا بچه‌هایی که توی ایران هستن یا حالا جای دیگه و تازه میخوان مهاجرت بکنن به اتریش. این سوالو دارن که من بعد از اینکه دانشگاهم تموم بشه چه شکلی میتونم ویزای دانشجوییمو به ویزای کاری تبدیل بکنم و بتونم مشغول کار بشم. امروز راجع به اون صحبت میکنیم. من یه بچه بهتون بگم که خب بچهای دیگه هم غیر از دانشجویی وارد میشن، همونطور که تو ویدیوهای قبلی گفتیم، مثلا با ویزای جستجوی کار، جاب زوخر یا جاب سیکر، بچه‌ای که حالا با ویزای همراه وارد میشن، بچه‌ای هم که حالا تمایل دارن با ویزای جاب آفر مستقیما وارد بشن. ما امروز فقط درباره تبدیل ویزای بچهای دانشجو، کسایی که فارغ التحصیل شدن، به ویزای کاری صحبت میکنیم، به خاطر اینکه بچه‌ای که اینجا درس میخونن و از دانشگاه اتریشی فارغ التحصیل میشن، دانشگاهی توی اتریش از فارغ التحصیل میشن، یه سری میتونن از مزایا استفاده بکنن و یه سری از اون مراحلی که باید حالا بچهای عادی کسایی که اینجا تحصیل نکردن، حالا تو ایران تحصیل کردن، جای دیگه تحصیل کردن، طی بکنن و لازم نیست طی بکنن. راجع به اونا مفصل صحبت میکنیم، به خاطر اینکه یه جدول امتیازدهی دارن اونا. ولی امروز ویدیو درباره بچهای دانشجوه. امیدوارم که همراه من باشین. ما قبلا در رابطه با ویزای دانشجویی با هم صحبت کردیم توی ویدیوی دیگه قبل‌تر، مفصل راجبش حرف زدیم که بچه‌ها میان اینجا 20 سال میتونن مشغول کار بشن، کار دانشجویی بکنن، ولی اینکه حالا کسی بخواد کار تمام وقت فورتال یا فول تایم انجام بده موضوعش فرق داره و اینکه نحوه اپلای کردن و اینا هم یه ذره متفاوته با هم. لپ کلامو بچه‌ها من بخوام بهتون بگم، شما وقتی که دیگه دانشگاهتون تموم میشه شروع به کار میکنین، بعد شروع به مصاحبه بکنین واسه شرکت ها، حالا سرتاسر اتریش، هر جایی که بخواین، هر شهری که بخواین رزومه میفرستین. شرکت باید با شما یک مصاحبه ای در حقیقت انجام بده، شما رو انشالله قبول میکنه. شما قبول که شدین، مرحله اینه که بعدش برین و از اداره بیزینس ایمیگریشن آفیس یا اداره کار اینجا و وقت میگیرین، یه ترمین میگیرین، میرین توی سایتش و مدارکتون رو تحویل میدین. هر کسی هر شهری که زندگی میکنه و هر شهری ملت هستش باید اون یعنی در حقیقت وقت رو از اون شهر، از اداره کار اون شهر انجام بده. شما وین زندگی میکنین، از اداره کار وین. اگه شهر دیگه زندگی میکنین، به تبع به همون شهر. یه ذره بچه‌هایی که وین زندگی میکنن، چون حالا بالاخره جمعیت وین بیشتر هستش، یه ذره وقتدهی توی وین حالا بازاش طولانی تره. مثلا شما الان بریم بخوایم وقت بگیریم، مثلا واسه ماه دیگه هست، ولی مثلا ممکنه یه شهر دیگه زندگی کنین، بخواین از اداره کار وقت بگیرین، مثلا یه هفته بعدم بتونین وقت بگیرین. خلاصه ولی بعد یه وقتی بگیرین و مدارک رو ببرین. حالا اینکه آقا اصلا این مدارک چیه، اینا الان مفصل با هم صحبت میکنیم. و اینکه بچه‌ها من شدیداً حالا پیشنهاد بهتون میکنم که کل این پروسه رو بدونین. خیلی از بچه‌ها حالا شانس میارن اینجا، دانشجو بودن، دانشگاهشون تمام شد، یه شرکتی اپلای کردن، شرکت گفته که بله ما پروسه رو میدونیم، شما دانشجویین، ما براتون خودمون همه کار رو درست میکنیم، شما فقط بفرمایید بیاین سر کار. حالا میگم یه سری‌ها دیگه حالا شانس میارن، شرکت که حالا این پروسه رو میدونه به پستشون میخوره، ولی واقعیت این شکلی نیست. چون من خودم تجربهش رو داشتم، با اینکه آدم فکرش هم نمیکنه، ولی خیلی از شرکت‌ها توی اتریش شما وقتی با شما حالا مصاحبه میکنن اصلا نمیدونن حالا شما مثلا ویزای دانشجویی دارین اصلا چه جوریه، اصلا داستان میتونین کار کنین، نمیتونین، فکر میکنن مثلا ویزا دارین. چون مثلا از شما میپرسن که شما اجازه کار دارین، مثلا وقتی میخواین مثلا میخواین برای شغل اپلای بکنین، مثلا رزومه بفرستین، شما میذارین بله، فکر میکنین که خب مثلا اجازه کار مثلا 20 ساعته دارم دیگه، بالاخره دارم. و بعد نه اصلا نمیدونن داستان چیه، بنابراین ممکنه مصاحبه کنین و اصلا اونا نمیدونن پروسه رو، شما پروسه رو نمیدونید و سر همین یه چیز ساده که این پروسه رو شما بلد نیستین شما رو رد میکنن. به خاطر اینکه متاسفانه کلا حالا نمیخوام بگم دیگه، ولی راحت طلبن یه کمی ها، حالا براشون سخته
ترجیح میدن که اگر که مثلا بخواد نیرو بگیرن، مثلا برن یه نیروی بگیرن که حالا مثلا فردا بیاد بره سر کار، اجازه کار داره، لازم نیست برای شما مثلا یه ماه صبر کنن شما سریع مثلا بخواید برید سر کار. بنابراین یه ذره این که شما رو مثلا دانشجوها رو رد میکنن زیاده. واقعا میبینین که آقا دانشجو مثلا ایرانی‌ها اینجا واقعا پشت کار بالا، بسیار توانمند توی دانشگاه، مثلا همین نمره ها عالی، واقعا یکی از مثلا بهترین دانشجوها، ولی خب وقتی که میخواد موقع گرفتن کار میشه هر جا اپلای میکنه، حالا یا اصلا مصاحبه نمیکنن، میگن آقا نه شما دانشجوی اجازه کار نداریم ما مصاحبه نمیکنیم، یا اصلا مصاحبه میکنن چون این پروسه به نظرشون سخت میاد، متاسفانه ریجکت میکنن پشت سر هم. و بچه‌ها هم واقعا اینطوریه که خب اصلا چرا من که مثلا از نصف مثلا بچهای دانشگاه خودمون حس میکنم توانمندترم، خیلی نمره‌ام بهتر شده، این اعتماد به نفس دارم، چرا اینا من رد میکنن؟ آیا به خاطر ایرانی بودنمه؟ نه بچه، به خاطر ایرانی بودن و این داستانا واقعا نیست. اینو من بهتون بگم، مگر اینکه تک و توک شرکت‌های آمریکایی اونا ایرانی واقعا نمیگیرن، یعنی ببینن شما ایرانی اصلا باهاتون مصاحبه ست نمیکنن. ولی اگه شما آماده باشین توی مصاحبه کلا بگین که بله من الان ویزای دانشجویی دارم، ولی واسه تبدیل کردن شما باید این فرم رو برای من پر کنین و من از بیزنس میگریشن ترمین میگیرم و بعد از اینکه من این ترمین رو گرفتم مدارک رو تحویل دادم، مثلا بین 6 هفته تا 8 هفته زمان میبره تا من بتونم اجازه کارم رو بگیرم و مشغول کار بشم و در این حین هم میتونم مثلا این توانایی رو بهبود بدم که وقتی که خواستم مثلا مشغول کار بشم واسه شرکت مفید باشم، با آمادگی بیشتری بیام. و واقعا همین یک مثلا 2-3 تا جمله به خاطر اینکه میدونن شما کاملا آماده این و میدونین که آقا پروسه چیه و اصلا لازم نیست نگران باشن اونا برای شما کاری بکنن، شما خودتون پیگیر هستی، خودتون پروسه رو میدونین، واقعا شانستون واسه گرفتن کار رو خیلی زیاد میکنه. حالا این از این، بریم بچه‌ها با هم یه ذره ببینیم که اصلا مدارک چیه، داستان حالا دانشجویی چیه و چی کار باید بکنیم. یه نکته که باید خیلی بهش دقت بکنین، شما اگه دانشجو هستین میخواین کار بگیرین، فقط واقعا یک نکته رو باید دقت کنین که کاری که میگیرین مربوط به رشته‌تون باشه. به خاطر اینکه خب اینا میگن که شما خب بالاخره اومدین تو دانشگاه اتریشی، مدرک دانشگاه اتریشی رو قبول دارن و بر اساس همون هم میگن که آقا شما توانمند هستین و اون جدول امتیازدهی رو برای شما دانشجو که اینجا تحصیل کردین، هزینه کردین، زمان گذاشتین براتون حذف کردن. بنابراین رشته تحصیلی و کاری باید مرتبط به هم باشه که اینو باید رعایت بکنین. بچه ها خیلی هستن که اینجا به زبان انگلیسی حالا تحصیل میکنن، به زبان آلمانی تحصیل میکنن، به هر کدوم که شما تحصیل بکنین شما امتیاز زبان رو هم میگیرین. بچه‌هایی که دانشجو نیستن باید مدرک زبان ارائه بدن، ولی چون شما اینجا فارغ التحصیل شدین با یک زبان خارجی مثل آلمانی یا انگلیسی، شما مدرک زبان رو هم لازم نیست ارائه بدین بخواید آیلتس بگیرین، حالا مثلا مدرک آلمانی بگیرین. خیلی ها هستن این کارم میکنن، یعنی میگن که آقا ما حالا یه مدرک هم میخوایم بگیریم زحمه کنیم که محکم کاری کنی، ولی واقعا توی مدارک درخواستی لازم نیستش که شما مدرک زبان هم بخواین ارائه بدین، چون مشغول تحصیل بودین این مدت که اینجا بودین و تونستین درساتون رو پاس بکنین. یک فرمی هستش که بچه‌ها شما باید خودتون پر بکنین، من سایتش رو براتون میفرستم. یه فرم رایج هستش شامل اطلاعات شما، یعنی شما وقتی خواستین بریم بیزنس ایمیگریشن آفیس، همون یک فرم هستش که تو سایتشون گذاشتن، گفتن آقا این فرم رو پر کنین. فرم شامل چیه؟ اطلاعات شخصی شما، از چه ویزایی میخواین ویزای خودتون رو به ویزای کاری تبدیل کنین که شما مسلما بزنین ویزای دانشجویی میخوام به ویزای کاری من تبدیل بکنم. بعد یک فرمی هستش که شرکت باید برای شما پر بکنه، بهش میگن Arbeitgebererklärung یا همون اظهارنامه‌ای که خود شرکت براتون پر میکنه، مربوط به اطلاعات خود شرکت کجا واقع شده، مکان شرکت، چند تا اصلا حالا به هر حال کارمند داره شرکت، چند تا از این کارمندا اتریشی ان، چند تا از این کارمندا کارمندهای خارجی هستن. اینا اطلاعاتی که خود شرکت باید پر بکنه. اصلا شما به این کار نداشته باشید، فقط فرم رو برای شرکت بفرستین، بگین که آقا این فرم شما باید پر بکنید و اینا خودشون پر میکنن، امضا میکنن و بعد برای شما شرکت بفرسته که شما پرینت بگیرین و ببرین واسه اونجا. عکس میخواد بچه‌ها، یه دونه عکس باید بگیرین که حالا قبل از 6 ماه گذشته نباشه، عکس جدید باشه. عکس پاسپورتتون هستش.
عکس کارت دانشجوییتون هستش که کارت دانشجوییتون رو میبرین، بعد ملستلتون رو میبرین و قرارداد کاریتون رو میبرین. این یه ذره شاید این قرارداد کاری یه ذره فقط داستانه، شاید شرکت بگه نه الان چرا ما باید قرارداد بدیم، ولی قرارداد کاری لازمه برای تبدیل ویزا هستش. یعنی شما باید حتما قراردادی داشته باشین که تمام مواردتون قرارداد، موارد کاری شما چند سال قرار کار بکنید، به چه صورت قرار کار بکنید، با چه حقوقی، بیشتر قضیه هم حقوق است، با چه حقوقی قرار کار بکنید. این قرارداد کاری باید توسط شما و توسط خود شرکت امضا شده باشه و اینو هم با خودتون ببرید. اینو برای این میگیرن که اصلا شما باید حقوقتون، به خاطر اینکه حقوقو چک میکنن که وقت شما زیر مینیمم حقوق شرکت نخواد با شما قرارداد ببنده، یعنی به نفع در حقیقت خود کارمند هستش. اینجا اداره کارمندا، حالا واسه یه کارمندای اتریش بسیار بسیار اداره قوی، خیلی خیلی به سمت حالا کارمنداست، بسیار قانونها کمک میکنه که حالا شما تجربه بهتری داشته باشین، نتونه کارفرما حق شما رو بخوره. به خاطر این هستش که اینا همه چک میشه، یعنی این حقوق و اینکه حالا شما نمیتونم چه تحصیلاتی قرار دریافت کنین، اینا همه باید چک بشه توسط اداره کار که به شما بتونه در حقیقت اجازه کار رو بده. یکی هم پس این هستش که اینا رو همه رو به هر حال پرینت میگیرین و بعضی میگن که رزومتون هم حالا بفرستین، بذارین یا حالا نذارین. و بچه‌ها اگر شما سابقه کار مرتبط با شغلی که حالا الان دارین اپلای میکنین، مثلا برای یک حالا حسابدار دارین الان درخواست میدین که برین کار کنین، اگر تو ایران جای دیگه به عنوان حسابدار یا حالا شغلی که مرتبط به این کار کردین، البته حالا یک شرطی داره که شما مثلا دارم میگم اگر که مثلا فوق لیسانس دوم الان دارین تو اتریش میگیرین و توی ایران هم یه لیسانس و فوق لیسانس، مثلا فوق لیسانس اول داشتین، بین اون تایم بین لیسانس و فوق لیسانس اولتون تو ایران اینا اصلا حساب نمیشه که شما مثلا کار کردین یا حالا سابقه کار دارین. ولی اگه سابقه کار مرتبط دارین میتونین ارائه بدین، اونو هم میتونین ارائه بدین. این سابقه کار که قرار اگه بخواین ارائه بدین، اگر مال ایران لازم نیستش که شما بخواین برین حالا پرینت مثلا تامین اجتماعی و بیمه و اینجور چیزا بگیرین، حتی اینم لازم نیست. اگه دارین که اونا اوکی هست، خوب هستش که شما بگیرین، ترجمه کنید و اینم ضمیمه کنید تو همون مدارکی که می‌خواید به بیزنس ایمیگریشن بدین. ولی اگر ندارین و حالا اصلا سخت حالا گرفتنش، میتونین به شرکتی که حالا سازمانی که باهاش کار کردین درخواست بدین، بگین آقا یه دونه برگه حالا که با سربرگ شرکت بنویسن که شما از این تاریخ تا این تاریخ برای این شرکت کار کردین، اون شرکت اینو در حقیقت مهر رو امضا بکنه، حتی انگلیسی هم باشه قبله. یعنی اگه فارسی بهتون بدن که میتونید ترجمه آلمانی بکنید، اگر که انگلیسی باشه هم قابل قبوله، حتی واسه اجازه کار اداره کار لازم نیست اینو تبدیل بکنید. واسه اینم از این ماجرا، اینا رو همه رو پس چیز میکنید توی پوشه حالا تهیه میکنید، وقت میگیرین از اداره کار، از بیزنس ایمیگریشن آفیس میبرید و در حقیقت تحویل میدین حالا و اونجا هم به شما یک رسیدی میدن که بله از شما این مدارک رو دریافت کردن در این تاریخ و به شما خبر میدن. در بین این بازه هم شما میتونید با ایمیل ازشون پیگیری کنید، بهشون میتونید ایمیل بزنید، شماره پرونده چون دارین، اون رسیدی که بهتون دادن شماره پروندهتون، میتونید ایمیل بزنید بگید که آقا من پرونده‌مو در این تاریخ مثلا با این شماره به جریان انداختم و میخوام ببینم که الان در چه وضعیتی هست. هر چند روز واقعا جواب میدن، چون دیدیم که جواب میدن و اینکه بچه‌ها از اکتبر سال 2022 این پروسه خیلی سریع‌تر هم شده، چون قبلا این پروسه یهو میدیدیم مثلا 2 ماه 3 ماه. یکی از بچه‌ها از حالا آفریقای جنوبی اومده بود، یعنی مثلا 3-4 سال پیش اومده بود، من ازش پرسیدم گفتم آقا این پروسه تو چقدر طول کشید، چون دیگه ایرانی هم می‌خواستم ببینم مثلا واسه اینا چقدر طول می‌کشه. گفت 6 ماه یهو زمان برد واسه من. اصلا یه چیزی بودش، یه چیز عجیبی بوده، چند سال گذشته خیلی یهو زمان می‌برد، ولی الان خیلی کوتاه شده، سر 6 هفته معمولا بچه‌ها جواب میگیرن. ولی پیگیری هم بکنید. زمانی که براتون اجازه کار میاد برای بچه‌های دانشجو هم، چون میگم پروسه امتیازدهی و اینا هم نیستش، حتی ممکنه سریع‌تر هم باشه، یا مثلا حالا یه
5 هفته 4 هفته بیاد، ولی اینو پیگیری بکنید. براتون یک ایمیل میاد از همون اداره کار که شما کارتتون اومده، کارتتون در حقیقت اپروف شده، یعنی اجازه کار شما اپروف شده و میتونید بیاید و کارت جدیدتون رو تحویل بگیرید. یعنی کارت دانشجوییتون رو دیگه تحویل میدین و اون کارت کاری، حالا رد وایت رد در حقیقت، چون وقتی تبدیل میکنید همون تبدیل میشه به رد وایت رد یا همون قط وایس قط، میتونید بیاید تحویل بگیرید. یه برگه هم براتون میفرستن که باید یه هزینه واسه کارت بدین، لازم نیست اصلا مراجعه کنید. همون برگه رو شما براتون تمام مشخصات رو فرستادن، معمولا هم 20 یورو، حالا نمیدونم قیمت چقدره، یه 20 یورو حالا در این حد هم باید پرداخت بکنید و بگین بله من پرداخت کردم و برای شما تایم میذارن که آقا در این تاریخ مراجعه کنید. در اون تاریخ مراجعه میکنید و شما کارتتون رو میگیرید. ولی از زمانی که اداره کار به شما پیام بده که آقا مدارک شما اپروو بشه، شما میتونید کارتون رو شروع بکنید. یعنی هیچ مشکلی نداره. حالا مثلا شما ممکنه که یه وقت از زمانی که حالا اونا اعلام میکنن تا زمانی که شما به شما وقت بدن کارتتون رو بگیرید مثلا یه 3 هفته فاصله باشه که معمولا هم نیست، ولی اینو میتونید از همون موقع که اجازه کار شما اومد، از همون موقع فردای اون روز شروع به کار بکنید. واسه بچه‌ها این هم این پروسه بودش. پروسه واقعا ساده ای هستش، نگران نباشین و اگر سوالی داشتین حتما بپرسین از من. خیلی ممنونم از شما که به من ایمیل میدین، سوال میپرسین، دایرکت میدین سوال میپرسین. خیلی خوشحالم میتونم بهتون کمک کنم و در ویدیوهای بعدی در رابطه با این سیستم امتیازدهی هم صحبت میکنیم. سیستم امتیازدهی واسه دانشجوها نبود، ولی واسه ویدیوهای بعدی اینو توضیح میدم بهتون که اگر که حالا جور دیگه وارد بطری شدین با ویزای حالا جستجوی کار، ویزای همراه، شما چجوری میتونید در حقیقت تبدیل بکنید. و ممنون که با من همراه بودین. شما رو تو ویدیوهای بعدی میبینم.